سلام به کانال یوتیوب من خوش اومدید. من آیلارم و میخوام بهت بگم چجوری تولید محتوا بکنی که مداوم باشه و توش موفق بشی. اول از همه میخوام بهت بگم که کلاً تولید محتوا توی اینستاگرام، یوتیوب یا هر جای دیگه ای اصلا ربطی به این نداره که تو خیلی باید خفن باشی، خیلی خوب باشی. اصلا اینا رو بندازش دور. تنها چیزی که مهمه اینه که باید تداوم داشته باشی که یک سری آدم هستن تداوم ندارن، بهونه در بیارن، چون میگه اون چیزی که من میخوام درست کنم باید بهترینم باشه، بهترین لباس رو پوشیده باشم، بهترین موقعیت باشه، نورم خوب باشه، نمیدونم همه چی رو نوشته باشم، همه چی اوکی باشه. خب اینطوری که نمیشه. ماها در طول روز همش داریم کار میکنیم، حالا هر حرفه‌ای که داریم 90% انرژیمون رو برای اون میذاریم. مغزی که تولید محتوا میکنه باید برنامه‌ریزی شده بره جلو. حالا خدا رو شکر الان خیلی چیزا هست مثل چت جی پی تی، بهترین اپلیکیشن برای اینکه شما بخواید تقلب بکنین. تقلب که نه، استفاده بکنین از چیزایی که هست، استفاده بکنین. چرا که نه، چرا که نکنین. حالا بذار من اینو بذارم اینجا، اول ببینم صدام ضبط شده یا نه. بله، مثل که صدام ضبط شد. حالا میخوام یه ذره قسمت بندی بکنم تولید محتوا کردنو. اول از همه حوزه کاری تو مشخص میکنی. مثلا من هیر استایلیستم. حالا مثلا که نه، من واقعا هیر استایلیستم. وقتی که میخوای این کارو بکنی میگی من یک مشتری رو در نظر میگیرم و برای اون یه دونه مشتری میام محتوا تولید میکنم. اون یه دونه مشتری رو همیشه تو ذهنم دارم. مثلا میام مشتریم کیه؟ مثلا آناهیتا، مثلا 22 سالشه، عاشق این استایل و این سبک از موه، اینجا زندگی میکنه، این غذا رو دوست داره، این لباس رو میپوشه، اینقدر درآمد داره که بخواد مثلا ماهی این بار بیاد پیش من. یا شما مثلا برند لباس داری، برند لباس تو میگی من خب میخوام یه سبک پوشیده بزنم، مثلا سنا لباسایی که میپوشه با توجه به این سنی که داره این رنگ لباسو میپسنده، این استایل رو میپسنده، این شکلی اینجا میره که باید اینا رو مثلا یکی بیشتر کافه میره، یه شخصیت بیشتر مهمونی میره، یه شخصیت اصلا پارتی میره انقدر که پارتی کنه. حالا اینا همه رو داشته باشین. این میشه بخش یک که بهش میگن پرسونا. شما پرسوناتون رو توی این بخش تکمیل میکنی، یعنی اولین کاری که میکنی میای یه پرسونا برای اون بیزینسی که داری مشخص میکنی. حالا من اینجا 2 عکس گذاشتم، یکیش یه سبک دیگه است، یکیش یه سبک دیگه. اگه مخاطب من با توجه به اون پرسونایی که گفتم این عکس رو انتخاب میکنه، چون برای شخصیتش رو ساختم، مطمئنم که این عکس رو انتخاب میکنه. پس محتوایی که میذارم این سبکیه، اون چیزیه که پرسونای من دوست داره، اون چیزی که پرسونای من از دیدش این قشنگ شیکه. این میشه این مرحله اول که شما چه محتوایی با چه سبکی، چه لباسی، چه اکسسوری، چه چیزی درستش بکنید که از نظر من از همه چی مهمتره. خب من یه چیزی خوردم، دوباره برگشتم. تنظیمات دوربینتونم خیلی مهمه. خب مورد بعدی که میخوام بگم، شما میایین پرسوناتون رو مشخص میکنید. فلانی فلان چیزو دوست داره با این سبک و سلیقه، اوکی. فقط کافیه که اینو بدونیم؟ نه. یک جمله در مورد هدفت از این شغلی که داری بنویس. مثلا من فروشگاه لوازم آرایشی دارم. هدف من چیه؟ هدف من فروشه. من میخوام در ماه این لوازم رو بفروشم. میای تک تک این لوازم رو نسبت به سلیقه مخاطبت
و دغدغه‌ای که مخاطبت داره. تینتی که پخش میشه، خب من میام اون دغدغه رو توی مخاطبی که براش شخصیت سازی کردم پیدا میکنم. اگه این تینت هم اینجاست مثلا میای میگم خب اگه این تینت پخش میشه من باید مشکل مخاطبم رو حل کنم دیگه. تمام بیزینس ها از یک رنج شروع میشه. آدم ها رنج میکشن از یه سری چیزا، واسه همین بیزینس ها میان اون رنج رو پیدا میکنن، درستش میکنن، دغدغه‌شون رو واقعا بهش فکر میکنن که همه ما راحت باشیم، دغدغه‌ای نداشته باشیم. پس تو میای رنج اون مخاطبت رو پیدا میکنی. اون پرسونایی هم که به تو شخصیتش نزدیکه و تو همین جوری داری براش تولید محتوا میکنی، طبق سلیقه اون ناخودآگاه پیج تو بیشتر از بقیه پیجا تحت نظر داره و میاد میگه من این مشکل رو دارم. مثلا مینایی که همیشه هر روز بودو میره سر کار، تینت میزنه و وسط کار انقدر سر شلوغه یهو میبینی تینتش پخش میشه. خب تو باید مشکل اون آدم رو حلش کنی. بگی خب من یه تینتی پیدا کردم که دغدغه تو رو حلش میکنه. اینو کجا میگی؟ اینو اول جملت میگی، اول ویدیوت میگی. اول ویدیو چون همه توی اینستاگرام یه سری کارا انجام میدن، همینطوری میچرخن تا به مرحله برسن، به یه جایی برسن که ناخودآگاهشون اونا رو میخوب کنه، نگه داره. ناخودآگاه من اگه این مشکل من باشه منو نگه میداره دیگه. اون من نیستم که تصمیم میگیرم، چون اصلا کار اینستاگرام اینه. هر چقدر بیشتر وقت آدم ها رو بکشی اینستاگرام بیشتر نشونت میده. این چیزیه که اغلب کسایی که دارن کار تولید محتوا میکنن بهت میگن. و یه مورد دیگه اینه که شما توی یه سبک ویدیو درست کنی، یه استایل ویدیو، چه توی یوتیوب باشه، چه توی اینستاگرام باشه، چه جای دیگه، به صورت تخصصی توی یه حوزه کاری رو انجام بدی و روش کار بکنی. این خیلی تاثیرگذاره. اینا چیزاییه که طی کلاسایی که حالا من رفتم یا چیزایی که توی اینستاگرام، یوتیوب یا هر جای دیگه دیدم و دیدم واقعا جواب میده، واقعا تاثیرگذاره. یه موضوع، یه هیتر انتخاب کنی و توش تداوم داشته باشی. حالا باید چیکار کنیم؟ مثال شما میخواید 30 تا محتوا تولید کنی، 30 تا رو بنویس. دغدغه آدما چیه؟ چجوری میتونم روشون تاثیر بذارم؟ تمام این ایده ها رو میتونی از چت جی پی تی بپرسی و به چت جی پی تی بگی برای من یه سری مراحل رو آماده کن که توی پیج کاریم اینه به من بگو چی کار کنم. حالا وقتی چت جی پی تی هم بهت یه سری ایده میده، برنامه هفتگی میده، همون رو روی پیجت پیاده میکنی. و به نظر من الان با تکنولوژی که داریم، اون برنامه‌های ادیتی که داریم، هیچ چیزی غیر ممکن نیست. مهمترینش اینه که من چون خیلی آدما رو میبینم که اصلی ترین مشکلشون اینه که خب من الان امروز حوصله ندارم، امروز وای مثلا خونمون آدمه، اینجا چیز نور خوب نیست، کار دارم، دیر از خواب بیدار شدم. نه، هیچ وقت این کار نکن. الان وضعیت خودم رو بهتون نشون بدم. اینجا در حال تولید محتوا بودم و 10 تا ویدیو ناموفق داشتم، چون توی یکیشون چشم چپ شده بود، یکیشون توپق زده بودم. بعد اصلا وقتی دوربین اومد یادم رفت چی میخواستم بگم. حالا اینو بگم که بی‌مزه میشه، اونو نگم که فلان میشه. اما تو یوتیوب خیلی راحتم، چون خیلی تایم بیشتری دارم و خیلی دوستانه صحبت میکنم. مثلا دارم با یکی از دوستام صحبت میکنم، آدمایی هم که حالا منو میشناسن دقیقاً با آدما هم همینجوری صحبت میکنم. واسه همین یوتیوب خیلی راحت تره. پیشنهاد بعدیم اینه که شما یه مدت تو یوتیوب فیلماتون رو بذارین، خیلی راحت تر میتونین خودتون رو راحت بکنین. این فکر می‌کنم قشنگ‌تر بود. خودتون میتونی راحت بکنی که آدمایی که تو یوتیوب هستن چجوری میگن، عمه خاله دایی، کسایی که میشناسنت نیستن، چون هممون همینیم، خجالت میکشیم.
حالا فلانی اومده برای من جلو دوربین داره حرف میزنه. هستیم دیگه خداییش. اینجوری میشه که آدما اصلا شروع میکنن، حالا یکی هم از اون برای بوم میفته، بلاگر میشه مثلا، اینو از اینجا خریدم اونو. نه، تو حیطه کاری خودت تخصصتو ببر بالا و تخصصتو نشون بده. باید این کار بکنی، چون الان دیگه گذشت اون دورانی که به سبک سنتی حالا مغازه داشته باشی. مارکتینگ اصلا، فضای مارکتینگ عوض شده. مارکتینگ شده تمام فضاهای مجازی. چرا؟ چون من که یه مغازه داشته باشم شاید 100 نفر از جلوش رد بشن در طول روز، ولی من شاید با یه استوری بتونم 10,000 نفر رو از جلوی مغازه برندم اینور اونور کنم. این قشنگ‌تره، این راحت‌تره که منو بیشتر بشناسن، یا اون مغازه‌ای که 100 نفر آدم رد میشن از جلوش؟ به نکته قشنگی اشاره کردم. پیجتون و برندتون و اکانتتون رو بدین به کسایی که کننده این کارن، آدم این کارن، درسشو خوندن، تجربهشو دارن. این از همه چی به نظر من مهمتره. چرا؟ چون شما تمرکزتون روی تهیه جنستون باشه، تمرکزتون روی ارائه خدماتتون باشه و کار رو بدیم به دست افرادی که علم این کار رو دارن، بلدن، خوندن، میدونن کجای مخاطب رو باید قلقلک بدن و شما فقط سبک سلیقتون رو بهشون بگید. این هم یکی از راهاییه که میتونید تولید محتوای درست انجام بدید بدون اینکه خودتو خسته بکنید. و مورد بعدی، اینکه خیلی خوب نباشین، خوب باشین مهم نیست. ناامید نشین. تداوم داشته باشین. یک جایی یه چیزی به ذهنتون میخوره، برخورد میکنین که میبینین نه، خیلی راحت تر از این حرف هست. من میتونم هزاران هزار ویدیو رو بذارم ولی خیلی ساده تر بگیرمش، توی مثلا 30 ثانیه منظورم رو بفهمونم. جمله آخر، استراتژی داشته باشید. استراتژی چیه؟ استراتژی یه چجوری بهت بگم، یه قلابیه که من میام باهاش مخاطب خودم و یه ابزاریه که من باهاش میام مخاطبم رو میگیرمش. حالا اون چیه؟ شما این وسط یه زرنگی میکنی، مثلا یه سری استراتژیشون تخفیفه. آقا من میام این لباس رو به تو میدم ولی به تو تخفیف میدم چون توی پیج من هستی. یه سری استراتژیشون اینه که من میام این لباس رو به تو میدم، تو میپوشیش، اگر خوشت نیومد تا 24 ساعت دیگه میتونی به من برش گردونی. یعنی من علاوه بر اون یکی دختره که اونم برند لباس داره، میام بهت یه مزیتی رو میدم، یه حرکت خفن میزنم که تو به جای اینکه اونو انتخاب کنی منو انتخاب بکنی. مثلا من میام حالا یکیش قیمت بود، یکیش مثلا مزیت رقابتی بود، یکی دیگه مثلا من میام یه کارهای دیگه میکنم. حالا مثلا یه رستورانی میاد موزیک زنده میذاره، استراتژیش چیه؟ من موزیک زنده دارم، شما میتونی واسه تولدت، مراسمت، حالا سورپرایز کردنت بیای من انتخاب کنی. حالا خود من توی حیطه کاریم یه استراتژی رو داشتم و اون چی بود؟ این بود که من تازه وارد بازار کار شده بودم و خیلی هیر استایلیست های دیگه‌ای که 10 سال 15 سال سابقه کاری داشتن از من خیلی بهتر بودن و اونا داشتن موفق می شدن. من حالا تو اصلا از کجا اومدی؟ کی؟ چی؟ چی رو میخوای نشون بدی؟ اونقدر خداییش خفن نبود کارم، اونقدر خداییش اصلا نمیتونستم یه مو رو استایل کنم، میترسیدم. ولی خب میخواستم که یه جای شروع بشه، معروف بشم، منو بشناسم، با من کار بکنن. بالاخره باید یه تلاشی میکردم، یه دست و پنجه‌ای میزدم. یه کتابی خوندم از برایان تریسی، اسمشو راستش یادم نمیاد ولی حتما پیداش میکنم. باید حتما اسم کتابا رو یادتون باشه ولی من چون خیلی کلا انقدر در طول روز فکرای زیاد دارم که اینو اصلا
اسم آدما رو هم یادم نمیاد. خب این اشتباه میدونم، ولی بگذریم از این. توی کتاب که خونده بودم به من گفت که باید استراتژی داشته باشی. حالا مهم نیست بیزینست چیه، کارت چیه، باید استراتژی داشته باشی. خب من داشتم فکر میکردم تو هیته کاری خودم، توی لاین مو، حالا من چه استراتژی داشته باشم. فقط فکر می‌کردم خب استراتژی تو شرکت ها باید باشه، توی برند مثلا غذایی باید باشه. حالا من چه استراتژی میتونم داشته باشم؟ و انقدری فکر کردم به این نتیجه رسیدم که موهای مدل هایی که پیش من میان و بدون تافت، بدون ژل، بدون پوشت و بدون پوش استایل کنم. خیلی کار سختیه، ولی خب بالاخره یه چیزی باید پیدا میکردم که اون کسی که 10 سال سابقه کاری داره با اون بخوام رقابت کنم. هیچ جوره نمیشد. یعنی تو تجربه و تکنیک و برند یه نفر رو هیچ جوره نمیتونی باش رقابت کنی. ولی من این کارو کردم. گفتم بدون تافت، بدون پوش. این اتفاق افتاد، این استراتژی جواب داد. و کم کم مدل‌ها منو به عکاسا معرفی میکردم، گفتن نه زنگ بزنیم فلانی بیاد، چون اصلا به موهامون آسیب نمیزنه و اون چیزی که ما دوست داریم ما انجام میده. حتی اگه من خوبم نبودم، آدم‌ها خودشون منو تبلیغ میکردن که من وارد حیطه عکاسی بشم. و وقتی که وارد لاین عکاسی مدل ها می شدم، ناخودآگاه میکاپ آرتیست با من همکاری میکرد، عکاس با من همکاری میکرد، برند لباس با من همکاری میکرد، اکسسوری منو، همه اینا منو تگ میکردن. و اگه یک جوری شد که بعد 2 ماه من انقدر فول شده بودم که دیگه نمیتونستم، واقعا وقتام پر شده بود. بعد از 2-3 ماه من یه دستیار گرفتم تا بتونه به من کمک کنه. استراتژی هر چقدر ساده ولی واقعا همینقدر جواب میده. هر از گاهی هم شما باید استراتژیاتون رو تو کارتون عوض بکنید. این داره اذیت هم میکنه. از عکاسی به این ور مونده، کش لیفته. توی رشته اصلیم که MBA هستش من خوندم و همیشه تو کارم ازش استفاده میکنم. دوست داشتم که به مخاطبایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن بگم هیچ وقت دیر نیست، هیچ چیزی غیر ممکن نیست. نکته بعدی اینه که شما توی حیطه کاری خودتون رقیباتون رو بشناسید. اگه من دارم تینت پخش میکنم، یکی دیگه داره یه تینت جدیدتر پخش میکنه، مردم با کدومش ارتباط بیشتری برقرار میکنن؟ مردم رو متقاعد کنم که این کارایشم بیشتره. مزیت رقابتی یعنی من رقیبم رو بشناسم، یه لیست تهیه میکنم از رقیبام، تمام کارهایی که اونا میکنن، تمام حرفایی که میزنن، تمام تخفیفایی که دارن یا جنسی که دارن، مثلا جنس لباس اون بهتره، این بهتره، هر چیزی که هست و من بعد یه تایمی میام بررسی میکنم و اگر حتی ازش جلو هم نزنم هم سطح رقیبم من میکنم. و نتیجه حرفام تداوم داشته باشین، عاشق برندتون باشین. برند شما مثل یه بچه است که با شما بزرگ میشه و هر چقدر که قشنگتر بزرگش کنین برند خفنتری خواهید داشت. نکنین که حتما باید رشته‌تون مدیریت باشه که کتابای مدیریت بخونین، همچین چیزی نیست. کتابایی بخونین که بهتون کمک کننده باشه. چند تا کتابم میخوام بهتون معرفی بکنم که خیلی 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 کمک کننده است و اسماشونو این پایین براتون میذارم. خدا نگهدار.